الله سبحانه و تعالی آنهایی که اگر واقعا توبه کنند و عملهای صالح کنند، نه فقط اجر و ثواب و کارهای خیری که کرده بودند به آنها مکافات میدهد، بلکه گناهایی که در زمان جاهلیتشون کرده بودند به اون گناه ها هم ثواب میدهد. الله تعالی در سوره فرقان میگوید که والذین لا يدعون مع الله اله آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثما. سه گناه عظیم را ذکر کرد. از همه بزرگش این شرک است. گفت که اونهایی که همراهی الله تعالی دیگر خدای باطل را پرستش نمیکنند و یک نفسی که الله تعالی حرام کرده است اونان خونش را نمیریزند، آدم کشی نمیکنند، آنهایی که زنا نمیکنند. ببینید این سه جنایتی هست که در اسلام حکم هرزش هم قتل است. من بدل دینه فقتلوه، کسی دینش را تغییر دهد حکمش قتل است. و اینچنین کسی که آدم به قتل میرساند حکمش قتل است، قصاص گرفته میشود الا اگر صاحبان میت عفو کنند. و اینچنین آنهایی که زنا میکنند اونا حکمش سنگسال است. اگر زن داشته باشد یا زنی که شوهر داشته باشد یا یک مرتبه شوهر کرده باشد یا یک مرتبه زن گرفته باشد حکمش قتل است، سنگسال است. سه گناه عظیم که جنایتی وزنی از ذکر کرد. و من یفعل ذلك یلقى اثاما، کسی که این عملها را اجرا کنه گناه عظیم میگیرد. یضاعف له العذاب یوم القیامه و یخلد فیه مهانا، و روز قیامت در جهنم و یخلد فیه مهانا، خار و ذلیل در جهنم باقی میمونه. الا گفت به شرطی که من تاب، کسی که از همین گناهاش توبه کند. توبه یعنی که ترک کند همون عملها را و عزم کند که دیگه بازگشت نمی کند با اون گناه و پشیمان شود. همین توبه است. الا من تاب و آمن، بعد ایمان بیارد. بعد اینکه توبه کرد ایمان بیارد. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، ایمان بیارد و عمل عملا صالحا، عملهای صالح کند. فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، این گناه آدم ها را، گناههایشان را الله تعالی به حسنات مبدل میگرداند. ببینید یبدل الله سیئاتهم حسنات، گناهی که کرده بودند الله تعالی مبدل به حسنات میگرداند. ثواب عمل کرد گفته می نویسد در نامه اعمالش، به شرطی که توبه کند و ایمان بیارد و عملی صالح انجام دهد. بنابراین کدام انسانی که واقعا اسلام قبول کند و اسلامش زیبا شود، الله سبحانه و تعالی تمام عملهایی که در زمان جاهلیتش انجام داده بود آنها را عفو میکند، مغفرت میکند، بلکه آنها را مبدل به ثواب میگرداند. و کدام آدمی که مسلمان شود و اسلامش زیبا نشود الله تعالی این کارها را نمیکند. این دلالت میکند که مردم در دینداری از همدیگر فرق میکنند. عمل یک آدم از عمل یک آدم دیگر فرق میکند. ایمان یک بنده از ایمان یک بنده دیگر فرق میکند. و این حدیث رد به خوارج و رد به مرجعه هست. الله تعالی اعلم.